تقوا یعنی چی؟ که خیلی عامیانه بگویم این است که دست برا پا برا باشد انسان. هر کس که متوجه دست خود، زبان خود، پای خود بود، او انسان متقی و پرهیزگار هست. یعنی چی؟ یعنی پایش طرف حرام نرود، دستش طرف حرام دراز نشود، زبانش حرام نگوید و به طرف حلال اینها روان باشد. اینجا هست که این انسان متقی و پرهیزگار می باشد. تقوا امر پروردگار عالم هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، ای بندگان الله، تقوا را پیشه کنید، از الله بترسید، متوجه حلال و حرام باشید در زندگی خود، متوجه کسب و کار خود باشید، متوجه معاملات